در موضع شوگناو بسیاری از ساکنان محلی به استخراج طلا مشغول هستند. در این ناحیه یک چند دهه است، اما نه کشاورزی و یا یگان کار دیگری در آنجا نیست. جویندگان این متل گرانبها آن را به طور دستی استخراج می کنند. برای دریافت یک ذره طلا 10 کوبومتر سنگ و شغل شستشو می شود. در هر مکان این موضع طلا وجود دارد، اما برای طلاشویان مهم است مکان را پیدا کنند که در آنجا ذره های طلا بیشتر است. اسکندر و رستم بعد ختم درس هایشان در مکتب به طلاشویی می آیند. پدر آنها عضو این ارتل زرشویی است. هر مقدار طلایی که به دست می آورند به او می دهند و پدر طلا را به نقطه قبول آن می فروشد. یک لو کل مهنی میره میو یک دیامو یا 3000 کل مهنی میو. اگر سوز کل نکنی کل نمیو. ای امیجا همه کاسد امیجا زبوی کل مهنی کاری امی خدی خصوص زبوی همه. بسیار تری. خودش رو امیجا زبوی کن. یک کم یاد گرفتم و کار میکن. یاد گرفتم کار میکنم زندگی پیش میبره. در شوگناو نیم عصر باز طلا استخراج میکنند. در کنار طلاشویان استخراج صنعتی طلا نیز به راه مانده شده است. عین زمان در اینجا چند شرکت کار میکنند. برخیشان دولتی و بعضی دیگر خصوصی هستند. شرکت ها معلومات حجم استخراج طلا را نمیگویند، چون که طبق قانون این معلومات مخفی است. В принципе, россыпь она очень легко. Тут زرشویی خیلی آسان است. همگی چند عمل دارد. رگ را باید کنی، ببری و بشویی. باقی مانده های شستشو را ما در یک شبانه روز یک مرتبه در چوبناوه تفتیش میکنیم که چقدر زر به دست آمده است. با همین تمام. زمستان در این موضع چند متر برف میبارد. تا برف اول شرکت ها شب و روز کار میکنند. رگ و شغل طلادار را ماشین های عظیم تا تجهیزات شغلشویی میکشانند. طلا در ظرف های ویژه تکشین می شود. اما به گفته متخصصان با چنین شکل استخراج تا 8% طلا تلف می یابد. ارتل طلاشویی آدینه 130 هکتار را در این موضع در اختیار دارد. در 12.5 سال کار این شرکت قریب به پررگی این موضع را کار کرده است. در مورد حجم طلایی به دست آمده نمیگویند، اما گفتند در این مدت از نقشه 1 برابر بیشتر طلا شستند. ما همین خیل کلکتیو را تشکیل کردیم. آنها را در داخل و خارج کشور تعلیم دادیم. حالا آنها در شرکت ما کار میکنند. ارتل آدینه به شرط از دولت مجوز استخراج طلا را از این موضع به دست آورده بود که برای اهالی محلی شرایط های اجتماعی فراهم کند. در این سالها ارتل از حساب درآمدهایش 7 کوپروک، 1 آموزشگاه زرگری و 1 مکتب اینترنت را ساخت. با انجام یافتن ذخیره های طلا شرکت عهدهدار است همه این مکان های کافتش را دوباره هموار کرده موضع را به حالت پیشترش برگرداند. در تاجیکستان تا کنون 130 کان طلا کشف شده است. حجم استخراج طلا در کشور سال به سال می افزاید. سال 2012 در کشور 2.5 تن طلا استخراج شد. سال گذشته حجم طلای استخراج شده به 5 تن رسید. امسال در نقشه است حجم استخراج طلا باز 25% بیشتر شود. بیشتر مجوز استخراج طلا را در کانها شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین به دست می‌آورند. ناوابسته به شکل مالکیت همه طلای استخراج شده در تاجیکستان را بانک ملی خریداری می‌کند که در خزینه طلایی و اسعاری کشور نگهداری می‌شود.